از امروز با آموزش‌های کالیگرافی در خانه خلاق همراه ما باشید. امروز میخوام براتون چند فرم از کلمه هیچ که یکی از کلمه‌های خیلی شاخص و زیبا توی تابلوهای کالیگرافی هست رو آموزش بدم. کلمه هیچ از 3 تا حرف ه، ی و چ تشکیل شده که ما ه رو میتونیم به شکل‌های مختلفی نگارش کنیم. اولین شکلی که من میخوام براتون این کلمه رو بنویسم با یه ه ساده شروع میشه. به این شکل ه رو قوسدار مینویسیم. برای اینکه هماهنگی بین حروف دیگه هم ایجاد بشه پس ی رم به صورت یک الف خوابیده روی خط کرسی نگارش میکنیم و حالا چه رو ابرویی چه رو باز شبیه یک الف خمیده به سمت راست حرکت میدیم و میتونیم همینجا حرکت رو تموم کنیم و چه کامل نوشته بشه و این زیر 3 نقطه چه رو بگذاریم. اما میشه دنباله چه رو به این صورت به شکل یک الف سینوسی و نقطه های ای به صورت عمودی و چه به این شکل این قسمت نوشته بشه که کلمه‌مون کاملا به شکل عمود نوشته شد. حالا یک شکل دیگر از ه دو چشم میتونیم از این ه استفاده کنیم. دقت کنید قوسش حالت کمانه، پس ما میتونیم ای رو این زیر به صورت معکوس حرکت ه زیرش بنویسیم. این الان حرف ای هست و چه رو میتونیم قسمت ابرویش رو به این شکل به موازات ای و شکم چه رو میتونیم به این شکل یک کمان به صورت معکوس این دوتا حرکت پایین رو به پایین بزنیم و باز هم نقطه ها میتونن به شکل عمود نوشته بشن. یک شکل دیگر از کلمه هیچ در این شکل میتونیم اتصال ای رو به ه به این صورت بنویسیم. ببینید به صورت سرسره‌ای به سمت چپ میاد و از اینجا چه متصل میشه به ای. حالا میتونین ادامه چه رو به صورت سینوسی یا گرد ادامه بدین، اما من همینجا حرکت رو تموم میکنم و کلمه رو کامل میکنم. این هم از 3 فرم زیبا از کلمه هیچ.